هنوزم فکر می‌کنی مرکز بیشترین امتیاز تخته دارت رو داره؟ 60 ثانیه با من همراه باش تا امتیازگیری تخته دارت رو یاد بگیری. تخته دارت از 62 تا خانه امتیازی تشکیل شده و 4 رنگ: سبز، سفید، قرمز و مشکی که فقط برای تفکیک نگاه شماست و هیچ ارزش دیگه‌ای نداره. اما امتیازبندی‌ها، اعدادی که دور تا دور تخته دارت نوشته شده، امتیاز هر بخش رو مشخص می‌کنه. حالا یه رینگ بیرونی داریم که این رینگ بیرونی بهش دبل میگن. دبل امتیاز رو 2 برابر میکنه. برای مثال اگر دارت شما در خانه دبل 17 بخوره، امتیازتون 34 خواهد بود. اما یه رینگ داخلی داریم که بهش میگن تریپل. امتیازتون رو 3 برابر میکنه. اگر دارت شما به تریپل عدد 13 اصابت بکنه، امتیاز 39 رو کسب خواهید کرد. و بقیه خونه‌های سفید مشکی هم سینگل هستن. اگر دارتتون در داخل این خونه‌ها اصابت بکنه، همون عددی که بالای اون بخش نوشته شده امتیاز شما خواهد بود. و اما مرکز از 2 خانه تشکیل شده. به مرکز میگن بول. سینگل بول 25 امتیاز داره و دبل بول 50 امتیاز. جالبه که بدونید مرکز اولویت 5 امتیازی تخته دارت رو داره. حالا شما به من بگید بیشترین امتیازی که تا الان از تخته دارت گرفتید چند بوده؟ لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب